ناصر بکرزاده خورتکی کرد 26 سالیه یکو بریارا داروکرنی جبوی درکتیه داخوازا آلیکاریت که ناصر به تو مارک دنکی دبیجه تو گناهیوی تو نیه او باور دکه که تنج بر کردبونه و مذهب خوی سنی به وی جزای گران روبرو مایه ناصر کره کسایت اولی ناسکری ماموستا منصور بکرزاده و دخوشکنوی جوی بچوکتر هنه او دبیجه سیدار از کشتمه از پارچه کرمه از هر ثانیه که مرناخوا دبینم و وی بریاره مالباتا من جناف بریه. سلام و درود بر هموطنان عزیز و همزبانان کرد با غیرتم. من ناصر بکرزاده هستم و صدای منو از زندان مرکزی ارومیه میشنوید. شاید این آخرین صدای من باشه. من فرزند ملا منصور 26 سالمه و 2 خواهر کوچکتر از خودم دارم و تو 23 سالگی زمانی که در اوج آرزوها و میل به زندگی بودم دستگیر شدم. پدر و مادرم از روز اول دستگیری تا به امروز هر روز مردن و زنده شدن. چند روزی قبل از دستگیریم قرار بود به خواستگاری بریم و الان 4 ساله که این دختر در انتظار منه. همین الان هم که چند ساعت از خبر تایید حکمم رو شنیدم نمیدونم چطوری بهش زنگ بزنم و بگم که حکم من تایید شده و قرار اعدام بشم. شنیدن حکم اعدام شاید برای بیشتر مردم قابل درک نباشه، ولی این حکم جوریه که هیچ کس و هیچ چیزی نمیتونه اونو تحمل کنه. اعدام منو کشت، متلاشی کرد و هر لحظه مردن خودم رو میبینم و خانوادم رو از پادر آورده. از کنار این کلمه اعدام ساده رد نشید. امروز نوبت منه، فردا نوبت یکی دیگه. از هموطنان عزیزم و کردهای با غیرتی که توی کشور هستن و هر جای دنیا و ماموسته آیینی که من طلبه هاشون بودم خواهشمندم صدای بی صدایی من باشن و صدای منو به گوش سازمان‌های حقوق بشری و عفو بین المللی و کل جهان برسونند. ارومیه با کل ایران فرق داره. واقعا اینو از ته دل میگم. اولین جرم من کرد بودن منه و بعدیش این که سنی بودم من. به داد من برسید. من اولین نیستم و آخرینم نخواهم. به داد من برسید. من اولین نیستم و آخرینم نخواهم.